و امیدوارم که این رمز اتحاد رو فراموش نکنیم. خواهش من این است که امروز یک نمایش جلوی دوربین هایی که ایستادن تا صدا و تصویر ما رو بگیرن برای مردم ایران اجرا بکنیم، نمایشی از اتحاد و همدلی. خواهش من این است که هر کدوم از دوستان دست نفر بغل دستش رو بگیره، فارغ از این که چی هست، و دستش رو بالا بکنه و دستها رو بالا ببرن و یک پارچه ایران رو صدا کنن. ایران، 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 و یک بار بلندتر از تمام این صداهایی که دادید فریاد بزنید زنده باد ایران. زنده باد ایران! 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 برای خودتون دست بزنید. و برای مردمی که الان آماده میشن تا زیر باتوم و زنجیر و قمه به خیابون‌ها برن روز 22 بهمن، برای اونها دست بزنید. امیدوارم که جشن پیروزی جنبش سبز مردم ایران استارتش از همین مراسم در میدان جمهوری پاریس زده بشه. و سپاسگزارم از برگزار کنندگان این مراسم. خواهشم این است که به تمام ایرانیان دیگری که میشناسید اعلام بکنید که حیف است این روزها رو برای حضور در جشن مقدمه پیروزی مردم ایران از دست ندن و خانه ننشینند و در مراسم هایی که برگزار میشه پرشورتر شرکت بکنند تا پاریس و میدان جمهوری ثبت بشه به عنوان حرکت مردم ایران بر علیه دیکتاتوری دینی و استبداد دینی و این روز خاطر انگیز در ذهن‌های ما بمونه. متشکرم.